سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در یک ویدیو جدید فوتبالی ما دوباره. امروز که ما علی جان داریم. علی جان میشه خود معرفی کنید؟ علی هستم. امروز آمدم که کدی احمد تمرین کنیم ببینیم که چی یاد میداد از ما امروز. دیگه دوستان تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. امروز دوستان داریم ویدیو تک به تک یک اینچ پس با ما همراه باشید. با نظر شما دوستان کی میبره؟ من قوی هستم یا علی جان؟ واسه کامنت نوشته کنید. علی جان نتویلیش علی جان. ما تمرین نمونی تو؟ اوکی. خراب کردم. خب دوستان عزیز، الان که میرید ما و علی جان باید دوران دویش کنیم. پس بعد از دوران با فیلمن با گنفری شروع میکنیم. کل میدانه؟ کل میدانه. گیما. بیا پاس کرده. خسته کل زمینه. چیکار می‌کنی؟ هنوز اولش صبر خیلی ما کار داریم. مثلا ببینید الان ما دوران دویش شدیم. الان یکم گنفری میکنیم باز دیدیم تمرین اول شروع میکنیم. امروز 3 یا 4 تا تمرین انجام میدیم. پس با ما هم باید. خب دوستان که میرید گنفری کردیم. پس بریم سراغ تمرین اول. پس با ما همراه باشید. دوستان این در تمرین اول دیگه انجام بدیم دیگه. پس تمرین اول ما توضیح میدیم. پروبی نیست این دفعه. پس ببینیم این یک چالنجی است. ببینیم کی برنده میشه. و نفری که بازه باید 10 تا دیگه شوت زد. این 10 تا دیگه شوت بره. خب 10 تا کم. 10 تا اوکی 20 تا میریم. مشکل نیست. 20 تا دیگه شوت میریم. بس تمرین اول با دیگه انجام میدیم. این تمرین چالنجی است بین ما و علی جان. چالنجی هستم که براتون نشان میدم. از بین از این سری رد میشی. واه نه دیگه دادی نمی‌کنی. باز اینجا ایتا بین مانا. واه اونجا این سیگنال انجام بشه. یعنی یک انجام بشه. این تمرین چالنجی است. هر کسی برنده شدن بازنده باید 20 تا بیشتر کنه. میرم 40 تا برید میرم 50 تا برید میرم. اگه باخت دادم ان شاء الله که باخت نمیده ولی اگه باخت دادم. ماجان تو تا یک تا 3 شماره کن. 1 2 3
بیا جان کاکش. چی شد؟ این نبردی چی ده گل نداری مساوی شدیم دیگه. مساوی شدیم پس 10 تا لیگ چیزی میره 10 تا ما میره قرار 20 تا بود. چی مساوی کردیم آردین میره 10 تا میره کی بریم؟ این برد نباشید نه. No. Oh my god. حرکت یک جوری رفت مقصد خبر ندارم. تمیم واقعا سخت من فکر ما چی خراب کرد. مربی مسیج همه رزت خراب کرد. نه باشه که هر کی چی کرد اینجا اشکال نداره هر کی اونجا گل زد اونم برده دیگه اینجا اشکال نداره که سریع یکنیه. ها دیگه. دوستان این دفعه دیگه رقم انجام میشه. خب چه رقم انجام میشه خب این دفعه اسپرینگ میکنیم. برید تا اینجا باز اینجا اسپرینگ میکنیم تا اونجا. باز اونجا همین تا انجام میشه. باز تو باز دوباره اسپرینگ انجام میشه. اوکی باش. 1 2 3 عقب کی؟ هم بود شد. بیسته بود. علی بازم خوش اومدی دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 خیلی سخت بود تمرین بسیار عالی بود دیگه بریم سراغ تمرین تا تمام رو باشید دوستان عزیز تمرین اول با موافقت انجام شد دیگه چطور بود تمرین اول سخت بود چون من اولین بار تمرین اونم خیلی وقت اصلا تمرین نکردم خب خیلی عالی اصلا فوتبال بازی نمونم امروز که هست محمد جان کامرا نهار است کامرا میگیرم دیگه امروز علی رو به خود آوردیم گفتیم یکم سرش تمرین کنیم که علی هم بسیار خسته شده باش تو آخر سر یک تمرین برید بکنیم بگید تا خانه نمیتونی بری خب اینا بریم تمرین دو انجام میدیم دوستان و ما همراه باشید لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان با حمایت شما نیاز داریم و در زیر ویدیو ما لینک علی جان میذارم علی جان کسی یوتیوب داره اسم چینل است علی موفز ما زیاد چیزای تمرین باشگاه میذارم آره علی کسی تمرین اما فوتبال نیست از مثلا جیم اینا مثلا کالستنیکس اینا میذارم آره ما کسی فوتبال هر کسی که علاقه داره من فوتبال علاقه دارم یک کسی در جیم اینا علاقه دارم بس محمدم که ولاگ بیرون اینا میذاره آره دیگه اومدم ولاگ بیرون اینا دیگه هر کسی که علاقه خود داره پس دوستان میرین تمرین دور انجام میدیم ما هم رو باشید خب علی جان اول میخوای شوت بزنی یا اول میخوای این تمرین انجام بدی کدوم ماچ میخوای اول انجام بدی اول ایره خب مثلا چی میکنیم خب شروع میکنی خب از اینجا شروع میکنی از بین هوتینا میری اونجا باز می پاس ها دوباره یک اسپرینگ تا آخر پاس دوباره پاس می پاس از ما میدی خب فهمیدی من این اسپرینگ دستم تنها وظیفه از مکینجاست مثلا این که خب نرفته ها یا اینکه قضیه پای راست میگیرم مستقیم شد یعنی دو تا کنترل بیشتر خط ندارم دو تا باید یا این یا پای چپ همین که چپ میزنم این تمرینات برای او تمرین برای صورت کرده بس با ما بریم علی آماده یا بریم یاد گرفت بالاخره آفرین اما باید خوبش بزنی بله
علی استاپ خراب کردم. توپ استاپ خراب کردم. آره. شوتای دو تا افتضاح بود. پس باید روی شوت تمرین کنیم. آره. پس با تمرین سوم با ما همراه باشید. چی است تمرین؟ دوستان تمرین آخری چجوری است که علی جان از این طرف فرانکین میکنه، این پاس هوایی میزنه این طرف ما باید استاپ کنیم و مستقیم داخل حوزه بریم و اون طرف باز ما بریم. علی جان هوایی میزنه و علی جان استاپ میکنه و گل میزنه. هر جور استاپ دوست داری. استاپ سینه فقط پای فقط هر خم نگاه کلی بدن استفاده کنی. نهایتا دو کنتاکت باز دیگه. سومیش با شوت شونه دیگه. ما پاس میدم تو استاپونی بعد شوت. خلاص. پس تمرین تو بس دستم ما همراه باشید. از کجا میخوای برات پاس بدم؟ از اون گوشه یا از این گوشه؟ تو از این پاس بدیم ما اینجا استاپ میکنیم. کی برو دیگه. احمد بگه. برو دیگه. عالی بود. اوکی. یک بار دیگه. برو دیگه. فرین. گل خالی را زده خوشحالی بده. حالا پاس خوب بود. یاد بگی. بیا نوبت تویه. گل شد خوب نبود. خوب نبود. خب چطور بود تمرین امروز؟ خوب بود. خالین بار است از من. شوتایم خراب بود. علی رو باز تمرین بعدی باز میاریم. آره. دوستان ویدیو پایان میرسه. امیدوارم که لذت برده باشید. دیگه تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدارتان. علی گفتی نداری؟ نه دیگه تمرین تو پروفی نبود دیگه. مقصد اونجوری بود که کمی پروفی نبود. چی میگی؟ آره دیگه. کمی شما رو مشغول کنیم. کلی ویدیوهای خوب. خسته شدم میگید پروفی نبود. آره دیگه. اما شوتا پروفی نبود دیگه. باید یک مربی جدید پیدا کنیم. این کار نه بلر نه. ما تو مفت تمرین نده تو بگو. بلر نه. خب خیر است جان جور باشه. خوب با تمرین. خب دوستان حتما علی جان دوست ما را سابسکرایب کنید. ما زیر ویدیو لینکش میذارم. پس دیگه لایک و سابسکرایب کامنت نوشته کنید یادشون نره تا ویدیوهای بعدی خدا یارو نگهدارتان. خلاص که دیگه بس.